تبلیغات سو به چه کسی فایده رسیدن؟ بگوین جمعیت از این چی سودی بردن؟ این جهاد به ملت ما از این تبلیغات ناروا و ناجایز چه سودی بردن؟ و ما بگوین غیر از این که این فتنه را تشدید کردن و با آتش جنگ دامن زدن، چه نتیجه دیگری برای تبلیغات سو مرتب شد؟ دشمن از این تبلیغات سو استفاده کرد. چه کسی نمیداند که این حوادث سابقی طولانی دارد؟ یکی از حوادث است. این اولین حادثه نیست، بلکه میتوان گفت این آخرین حادثه است. مسبب این حوادث هم بازی است. شورای نظار این حوادث را باعث شد. مسعود اولا در پنشیر این درگیری داخل را آغاز کرد. افراد حزب اسلامی را خلیصلا کرد، تبعید کرد، به زندان سپرد. بعد در غوربند، جبل سراج، کوهستان، کاپیسا، تگاب، نجراب، لغمان، مرکز فرمان، در سالنگ، در این مناطق سرازیر شد و در اینجا حوادث زیادی را باعث شد. در اینجا ناکام شد. بساط جمعیت در این مناطق جمع شد. بعد قماندانای خود جمعیت با این درگیرها به مخالفت پرداختند. دو گروه در داخل جمعیت ایجاد شد به نام نظم و طرفداران ربانی. 2 سال اخیر مسعود در درگیرهای داخلی در خود جمعیت مصروف بود. بالاخره به شمال رفت، پنشیر به روسا گذاشت، با روسا اوربند کرد، به تسکیه مخالفین خود در داخل جمعیت پرداخت. دهها و صدها قماندان مجاهد در درگیرهای داخلی جمعیت به قتل رسید. متاسفانه جمعیت به جایی که در جهت جلوگیری از این درگیرها اقدامی کند مجبور شد که به قماندانای خودم هدایت بده تا از قیادت شورای نظار اطاعت کنند. کسانی که با درگیری باعث موافق نیستند مورد خشم و غضب جمعیت قرار گرفتند و از کمک‌های جمعیت محرومند. من تعداد زیادی از قماندانای جمعیت را میتونم نام ببرم که به این دلیل محروم است و جمعیت بر ایشان غصه است که باعث نمی جنگد و طرفدار درگیری‌های داخلی نیست. در اثنای سفر در ملاقات‌ها با مردم این مناطق که من نام بردم، باور کنیم من نفرت و انزجاری را نسبت به جمعیت در این مردم احساس کردم که قطعا نمیتوانستم تصور کنم. به دلیل ترورها، کشتارها، حملات مسلحانه برای مناطق مردم تا این پیمانه را از جمعیت منزجر و متنفر بودند که من نمیتوانستم تصور کنم. جبی سید جمال آقا 3 بار مورد حمله قرار گرفتند. یک بار در اثنایی که روسا از یک طرف هجوم آوردند، اینا از طرف دیگری بالای جبهه حمله کردند. برادرای بدخشان شاهد از اونا بپرسید. برای 4مین بار تصمیم داشتند